دادگاه عالی روسیه روز 14 سپتامبر سال 2022 بر اساس درخواست دادستانی کل این کشور، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بزرگترین تشکل اپوزیسیون تاجیک را سازمان تروریستی اعلام کرد و فعالیت این حزب را در قلمرو روسیه رسما منع کرد. در خدمات مطبوعات دادگاه عالی روسیه گفتند که مرافعه این مسئله به شکل بسته صورت گرفت و دادگاه درخواست دادستانی کل را قانع ساخت. به این ترتیب روسیه نخستین کشور خارجی شد که با تقاضای دوشنبه حزب نهضت را رسما سازمان تروریستی اعتراف کرد. قبلا دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی خواسته بود که این تشکل عمده اپوزیسیون تاجیک را سازمان تروریستی اعتراف کند. در خود تاجیکستان فعالیت حزب نهضت هنوز سال 2015 منع گردیده. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به هر دو رویخط سیاه سازمان‌های افراطی و تروریستی شامل کرده شده است، ولی تا کنون تلاش‌های دوشنبه برای تروریستی اعتراف شدن این حزب از سوی دولت‌های دیگر و سازمان‌های منطقوی بی نتیجه بودند. هفته گذشته در عرصه بررسی مسئله حزبش در دادگاه عالی روسیه، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محیدین کبیری با یک نامه سرکشاده به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مراجعت کرد. کبیری در این نامه قصد تروریستی عنوان کردن حزبش در روسیه را شکست ژئوپلیتیکی و اشتباه بزرگ عنوان کرد و نوشته بود که این اقدام مسکو باعث از دست دادن دستاوردهای ژئوپلیتیکی بیش از یک عصر آخرش در تاجیکستان و منطقه خواهد شد. کبیری از جمله نوشت: مایه تأسف آن است که در صورت قبول چنین قرار نااندیشیده دهها و صدها هزار از طرفداران و اعضای سابق حزب و شهروندان عادی تاجیکستان در تاجیکستان و هم در روسیه بار دیگر قربان سرکوب، فشار و تعقیبات روانی و سیاسی خواهند شد. در ماه‌های آخر سیاست روسیه در مورد پشتیبانی از تعقیبات عمومی که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در ولایت مختار کوهستان بدخشان برا انداخت، علاقه هزاران زاده این ولایت تاریخاً و سنتاً هوادار روسیه در تاجیکستان را از خودش دور کرد. آنچه که شما در تاجیکستان کرده ایستادید شکست ژئوپلیتیک است. ولادیمیر ولادیمیروویچ نوشته است کبیری. روسیه عملا نخستین کشور است که با صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در باتلاق جنگ اوکراین سبب شده است.